عبدالواجب غنیزاده استاد هستند، جوان موفق و استاد خیلی عزیزی هستند. امروز آمدن در استودیو برنامه سلام صبح بخیر و روی موضوع پرخاشگری والدین ان شاء الله امروز صحبت‌های خود داشتن. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، صبحتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز سخن رسم قدیم است که بسم الله الرحمن الرحیم است. ندیدم ز بسم الله هیچ چیز بهتر، نهادم نام بسم الله بر سر. سلام درود خدمت شما نعمت صاحب، همچنان بیننده های تلویزیون. امید که صبح خوب و خوش و شاد و پر از لبخند آغاز کنید. سلامت باشین. شما صبح چطور آغاز کردید؟ لطف الله بسیار یک صبح خوب. علل خصوص خبر شدم که امروز اینجا دعوت هستم و دیدار شما نصیب ما میشه. خیلی خوشحال شدم. ما خوشحال هستیم شما رو میبینیم. روی موضوع پرخاشگری صحبت میکنیم. ما میخوایم پیش از این پرسان کنم علت چی بود که موضوع رو انتخاب کردین که باید روی این موضوع صحبت کنیم؟ بسیار زیاد تشکر که سوال کردی. واقعا خیلی یک سوال خوب و بجا و دلیل از اینم که من انتخاب کردم بسیار دلایل عمده و خاص داره و ای که عملا من میبینم پرخاشگری را و نقش پرخاشگری والدین در اجتماع. من یک استاد هستم و روزانه میبینم که وقتی که شاگردان پیش ما میان و اطفال پیش ما میان و خصوص فامیلا که پیش ما میان، من میبینم که چقدر مشکلات در جامعه موجود داره و چقدر این پرخاشگری بالای روان، بالای حتی فیزیکی اطفال نقش داره و چقدر انسان ها را روز به روز پرخاشگری و این جنجال هایی که در داخل فامیل ها از بین میبره. و همچنان ما خودمون در این اجتماع افغانستان زندگی میکنیم. ما میبینیم با این پرخاشگری هایی که در اجتماع است و در خانواده است ما کلان شدیم و همه مردم افغانستان کسایی که در اینجا زندگی کردن با این تجارب حتما تجربه دارن و دیدن و حتی قوانین خانواده ها را سرد میسازه، روابط سرد میسازه و همین دلیلش هست که من امروز انتخاب کردم و خواستم در این مورد صحبت بکنم و چند گپ های برای خانواده های عزیز داشته باشم که حداقل یک اندکش هم اگر بخواین در خانواده تطبیق کنند ان شاء الله که میتونن یک قانون خانواده بسیار گرم و صمیمی داشته باشن. شما زنده باشین، الله جزای خیر نصیبتان کنه. میایم اولین سوال این رقم میپرسم که خود این پرخاشگری چیست؟ ما این کلمه رو زیاد وقت شنیدیم اما از ماهیت وجودش صحیح خبر نداریم که پرخاشگری چی را میگن استاد. اگر بخوایم بالای کلمه پرخاشگری صحبت بکنیم، در جامعه ما پرخاشگری هدفشان از این است که یعنی لطکوب، شاید هم یک برداشت داشته باشن، یعنی که جار جنجال، یکی تو بگو ما بگم او بگه ای است. ولیکن پرخاشگری بر علاوه از این که به معنای لطکوب است و ماهیت اصلی کلمه ای است که چی هر آن ضربات روانی، جسمی، فیزیکی، ارتباطی و عاطفی که در اجتماع بر یک فرد بر یک کس وارد میشه او را به نام پرخاشگری میگیم. کی پرخاشگری میتونه فیزیکی باشه که مردم زیاد برش لط و کوب میگن، میتونن که این پرخاشگری روانی باشه، میتونه این پرخاشگری رفتاری باشه. روانی مثلا پیشونی ترشی در داخل فامیل ها، بله. مثلا رفتارهای بد و نامنظم و نامطلوبی که در داخل فامیل ها با اطفال میشه. مثلا به طور مثال پدر از وظیفه در داخل خانه میایه، به جای از اینکه یک سلام علیک با پیشونی باز در داخل فامیل با اولادا داشته باشه، اولادا که میگذارین در جا با همسر خود داشته باشه، بسیار یک پیشونی توش در داخل فامیل میشه. و همچنان اگر بگوییم که پرخاشگری از لحاظ فیزیکی زد خورده که در داخل خانواده است، وقتی که خانم برگپ شوهر نیست، شوهر برگپ خانم نیست و از اینجا اطفال برگپ مادر نیست، مادر برگپ اولاد نیست، دختر به برادر احترام نداره، برادر به خواهر خود احترام نداره. این پرخاشگریایی هستند که در داخل فامیل ها وجود دارند و ماهیت اصلی پرخاشگری ای است که هر آن رفتار نامطلوبی که سبب از بین بردن صحت روانی، فیزیکی، رفتاری و اجتماعی یک شخص در داخل اجتماع، خانواده و یا هم مکانهای تعلیمی میشه را به نام پرخاشگری میکنن. همین بهانه‌گیری هم در جمع پرخاشگری میایه. بعضی از کسا است، شما یک مثال بسیار خوب دادین. پدر وقتی که از وظیفه میایه فکر میکنه تمام کارهای بیرون ما کردیم، ما پول میارم، اما این را درک نمیکنن بعضی وقتا که افرادی که در داخل خانه هستند و مسئولیت‌های خاص خود دارن، کار خانه رو باید میکنن، اما یکان بهانه‌گیری ها را باز میایم سر زمین که خود بهانه‌گیری هم در جمع پرخاشگری میایه. نعمت صاحب تشکر که سوال کردی. اساسش نیست. درست. اساس پرخاشگری که در داخل فامیل ها آغاز میشه اینمی است که بهانه‌گیری های ناحق، بهانه‌گیری های بیجا. علل خصوص این بهانه‌گیری شما ذکر کردین که معمولا زیادتر از طرف پدرها می باشه، ولیکن ما به این نتیجه هستم که زمینه ساز ازی خود داخل خانواده است. درست.
داخل خانواده است. خانم ها هستن، میتونیم تو دقیقا نمیگیم که 100% خانم ها امروز از ما انتقاد بکنن که حالا شما خانم ها را گفتین، ولیکن بسیار چقدر زیبا میشه وقتی که مرد از داخل دروازه بسیار خسته مانده زله داخل میشه، به پیشونی بسیار باز برای شیخ خوش آمدگویی گفته شد. وقتی که مردها خسته و زله درست است میرن کار میکنن زحمت میکشن، بله. مشکلات خاص را میبینه. مرد پیشگپتان شدم جناب استاد، بعضی وقتا خانم ها مردها را درک نمیکنن، مردها خانم ها را درک نمیکنن. خانم ها به این خاطر مردها را درک نمیکنن که وا در محل کار خود با کدام مشکلات روزانه کار میکنن، کدام مشکلات متقبل میشن تا ماش حلال را به دست بیارن. به این خاطر هر دو طرف درک نمیکنن این مسئله. درک دو جانبه وجود نداره. دقیقاً قسم فرموده شما. ولیکن که یک وقتی که امی مردها داخل خانه به پیشونی باز، ببینید دو جانبه است. هر چیزی در اجتماع میگن هر عمل عکس العمل از خود داره. دقیقاً وقتی که مرد در داخل خانه باید خانم به یک پیشونی بسیار باز، با احترام، باید این درک بکنه که او آدم در محل کار چی کشیده. او بالای سر زود کسی که در داخل کارش است برای از او چیزی گفته، امکان داره که از او باشه، امکان داره که در راه آمده باشه کسی دعوا کرده باشه، امکان داره که امو کسی از وظیفه رفته در کارش کدام تخطی وجود آمده، کدام مشکلی وجود آمده از او است. کسایی است که بیرون در زیر آفتاب گرم کار میکنن، امکان داره کار نیافته باشن. وقتی که داخل خانه آمد هیچ چیزی نمیشه، با یک کلام بسیار شیرین، با یک کلام بسیار پر از محبت ازش پذیرایی شه. و مردی که در بیرون کار میکنه به نحوی از آنها در جامعه ما شما برای یک قسم منت میگذارن، برای فامیل هایشون که ما کار میکنیم نان برای شما میاریم. ولیکن باید این را درک بکنن که اینمی تو بودی که فامیل تشکیل دادی، پس اونها نفقه از اونها بالای تو واجب است. وقتی که بالای تو واجب است پس باید به بسیار پیشونی باز، به بسیار یک احترام، به بسیار به عزت امو روزی رو بر از اونها خدا میده، ولیکن تو وسیلهش هستی بر از اونها بیاری داخل خانه شدی. بسیار به احترام اول خانمت احترام بکن، بعد از او اولادایت رویشان ببوس. و اینجاست مهمتر از کلش از اینجا شروع میشه روابط زن و مرد. وقتی که اولاد کپی میکنه چیزی را که پدر و مادر میبینه، وقتی که اولاد دید که پدر بر مادر احترام داره، مادر بر پدر احترام داره، اینجاست که زمینه سازی بر ساختن یک خانواده بسیار گرم و صمیمی ایجاد میشه. اونا میبینن که پدر در جای خود احترام میشه، اونا میبینن که مادر در جای خود احترام میشه، پس اطفال هم یاد میگیرن. دانشمندان میگن که اطفال که هستن آینه رفتار پدر و مادر هستن. وقتی که اونها را میبینی که در جامعه سالم هستن، از لحاظ روانی، از لحاظ فیزیکی، از لحاظ اجتماعی، روابط اجتماعیشون، از لحاظ رفتاری، شما بدونید که اونها در یک کانون گرم خانواده پر از صمیمیت کلان شدن. نه ای که در داخل خانواده نمازاده سب یک چیز من بسیار در جامعه ها متوجه شدیم، علل خصوص در جامعه خود ما و شما، این است که فامیل ها همیشه از اولاد خود شکایت دارن که ولی اولادم اینطور نمیکنه، اولادم اینطور نمیکنه، اولادم این قسم اولادم بگفت نیست، اولادم بگفت نیست. خب بیاین که ما یک مقوله در زبان دری داریم، برش میگن که یک بار سر به گریبان خود بکن. درست. ببینیم که ما چی کردیم که اطفال ما فعلا این کارو برای ما میکنن. بله. خب اگر اولاد برگفت نیست، امکان داره که جای خطی از تو باشه. و 100% میره ما نمیتونیم که بگیم که پدر و مادر ملامت است، اولادم تا جای ملامت میباشه. ولیکن ما به خاطر تربیه اولادها، به خاطر تربیه اطفال چند قوانین عمده داریم که اولین قانون یا تهداب تربیه اطفال خانواده تشکیل میکنه. بله. اگر در خانواده تربیه سالم شد، اگر در خانواده عزت دید، احترام دید، اگر در خانواده برش احترام شد، اینجاست که در اجتماع که بیرون برای اونمو رفتار با مردم میکنه. دوم قانون تربیت اطفال مکتب اجتماعیش است. وقتی که در اجتماع در خانه تربیت درست شد، در اجتماع رویه درست با مردم می‌داشته باشه، ارتباطات منظم برقرار میکنه. و در اونجا بعد از اون که تربیت مناسب در اجتماع شد، میریم سر مکاتب. بیشتر بحثیم در مورد مکاتب و همچنان مراکز آموزشی داشتیم. و اینجا مکاتب باید بسیار دقیق و منظم رهبری شوند، تنظیم شوند و اداره شوند که دیگه قوانین تربیت و آخرینشون بعضی دانشمندای امروزی میگن که آخرین مرحله تربیت اطفال یا تربیت انسان ها پانتون ها است. خب متاسفانه ما دوره رم سپری کردیم، اطفال در مکتب تربیت می شدن، فامیل تربیت می شدن، در پانتون می رفتن، هیچ چیزی را نمی فهمیدن. ولیکن از پانتون وقتی که فارغ می شدن، کاملا ما عملا دیدیم که یک متعصب خیلی کلان میدیدیم بسیار چیزایی را که وقتی که این آدم در داخل اجتماع بود این را یاد نگرفته، وقتی که پس پانتون رفت
و از پانتون در اینجا چی چیزایی را یاد گرفته بود که چی یاد نگرفته، کاملا منفی. و بعضی جاها بعضی اوقات از چیزهای منفی را که در اجتماع میگیره در پانتون میره از اونجا اصلاح میشه. پس این قوانین باید ما خیلی احتیاط بکنیم، باید خیلی گرم نگاهشان بکنیم، باید خیلی صمیمی نگاهشان بکنیم. اول پدر مادر، دوم معلمین و اساتید و سوم اجتماع ما. درست. تاثیر پرخاشگری بالای اطفال چقدر است؟ چی تاثیرات داشته این باشه؟ کدام مشکلات به اطفال پیش میکنه جناب استاد؟ تشکر نعمتزاد صاحب. تاثیرات پرخاشگری بالای اطفال بسیار زیاد است، علل خصوص در داخل فامیل ها، و مشکلات خیلی جدی را ایجاد میکنه. میتونه مشکلات روانی را ایجاد بکنه، بله. مشکلات میتونه اجتماعی را ایجاد بکنه، بر روابط، بر سخن گفتن و بر اعتماد به نفس اطفال میتونه که مشکلات ایجاد بکنه. امروز ما میبینیم، من خصوص استاد هستم، وقتی که یک طفل بر ما میاره، پدر و مادر وقتی که میاره میگه ایره در صنفت بگیری، ایره درس بده، بر من یک مقوله بسیار ناپسند استفاده میکنه، میگه که گوشتش از تو استخوانش از من. نه، این قسم نباید باشه. گوشتش از تو استخوانش از من. اونم پیشروی اطفال یاد میکنه. یعنی مستقیما به احترامی میکنه بر شخصیت از او، بر روان از او. اگه سبا روز در مکتب که از او یک برخورد خراب میشه، یک سلوک خراب میشه، او جرأت از اینم نداره که به والدین گزارش بده. هرگز. خب چرا این ایجاد میشه؟ دلیل از اینمی به احترامی یا اینمی دست کم گرفتن اطفال در داخل فامیل هاست. ما فامیل هایی را میشناسم که امروز اولادش به بسیار یک جای بلند رسیدن. خب یک مقوله بسیار ناپسند ما در داخل فامیل ها داریم. وقتی که پسر کلان میشه، میخواید در یک چیز مشوره بده برای والدین، والدین برش چی میگن؟ میگه تو پدر و مادرم هستی یا من پدر و مادر تو هستم. بله. از این نمیجا، چون اینا از خردترکی اینا را در زمان طفلی اینا را عزت نمیکنن، احترام نمیکنن. برای از اینا حتی در داخل فامیل ها بسیار کارهای بزرگ انجام میشه، یک مشوره ناحق با اطفالشون گرفته نمیشه. اطفال چی میکنن؟ کسایی هستن در خانه بزرگ هستن، یک مشوره با اونا نمیشه که این چطور میشه. پس اگر ما بیایم صحبت بکنیم، چون الحمدلله شکر ما مسلمان هستیم، پس ما که مسلمان هستیم، دین ما، پیغمبر ما، کتاب ما بر ما بسیار میگه شما مشوره داشته باشید در امورتان بر همگی. با علل خصوص یک موضوعی که در داخل فامیل ها می باشه، باید که اعضای فامیل مشوره شود. این در نظر گرفتنش یک خورد است. نظر گرفتن امکان داره که یک طفل یک نظری را بده که در فکر یک بزرگ نامده. پس در داخل فامیل ها پرخاشگری مستقیما تاثیر بالای روانش داره، حتی بالای جسمی فیزیکی. دانشمندان میگه که وقتی که در داخل فامیل ها پرخاشگری ایجاد میشه، اولین تاثیراتش بالای رشد فیزیکی اطفال می باشه. در فامیل هایی که ما تجربه کردیم، هم دیدیم، هم واقعا در فامیل هایی که جار جنجال است، زد خورد است، در فامیل هایی که احترام نیست، تو بگو و مبگو است، در اونجا ما میبینیم اطفالشون به بسیار سختی رشد میکنن. ببین که از لحاظ قد، از لحاظ جسامت، از لحاظ چهره تا چهره بشاش ندارن. در حالی که ببین بسیار یک آدم مقبول زیبا از لحاظ چهره، ولی که ببینش همیشه خسته است، همیشه روانش نارام است، همیشه ببینش جگرخون است، همیشه ببین که روزی سکوت گرفته در هر جایی که میشنه. دانشمندان میگن که شاید که تنبیه در داخل فامیل ها سکوت ایجاد بکنه، ولیکن هرگز نمیتونه که روان آرام و یک فامیل آرام و یک فامیل سلیم ایجاد بکنه. درست. نظر اسلام درباره تربیت اطفال چی است؟ نظر اسلام الحمدلله دین اسلام یک دین کاملا وسیع، همه جانبه است. در هر رشته، در هر مکان یا در هر چیزی که ما بگیم یک نظریات داره. پس قبل از اینکه ما برم نظر اسلام در این مورد بیان بکنم، میایم یک نمونه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یادآور میشیم که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حضرت امام حسن امام حسین سردار جوانان بهشته، یک به اندازه ناس میدادن، عزت میکردن، احترام میکردن. در طفلی روایتی است که میگه روزی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و در نماز جماعت بوده، حضرت امام حسن است یا حسین دقیق یادم نمونده، میگه اینا میان در زنگام سجده بر سر شانه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میشینن. سجده دیر طول میکشه. اصحاب کرام میگن که والا چطور سجده بسیار دیر شد. بعد از اینکه خلاص شد، باز پیامبر خدا برشان تعریف میکنه که حسن در بالای شانه های من در هنگام سجده بود، به خاطر احترام برای نمی طفل ما از سجده را طولانی تر ساختم تا که از پایین تر شود. و همچنان دانشمندان اسلامی در این مورد نظریه هایی دارند در مورد
تربیت سلیم اطفال و همچنان برای که اطفال چگونه باید تربیت شوند. ابن خلدون یک دانشمند بسیار معزز اسلام است و میفرماید میگه اطفال که هستن مثل زمین پاک هستند، هر چیزی کشتش کنی و نمک قسم درش میکنی. پس باید در دوران طفلی طوری اینا تربیت شوند، طوری اینا احترام و عزت شوند که نمک قسم در آینده آینه رفتار پدر و مادر، آینه رفتار، حتی آینه اسلام برای جامعه باشن. که کفار وقتی که میبینن و کسای دیگری که در دین اسلام نیستن اونا میبینن اینا براشون یک آینه باشن. و مهمتر از همه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و همچنان دین ما بر ما میگه اگر شما بر فامیل هایتان احترام نکردین، برای خانوادهتان احترام نکردین، از جمله ما نیستین. و بهترین شما کسی است که در فامیلش احترام میکنه و فامیل سلیم تربیت میکنه. درست. راههای حل از بین بردن پرخاش در فامیل راههای حل، سلامت باشین نمزاده صاحب، راههای حل متفاوت داره. مهمترین راه حلش است که باید فامیلا آگاهی دهی شوند. آگاهی دهی، ایجاد سمینارهای آگاهی دهی و همچنان رسانه ها نقش مهم دارند در ارتباط، که رسانه ها باید آگاهی دهی کنند برای فامیل ها و فامیل ها صبر استقامت خود بالا ببرند. باید آگاهی دهی شود که باید حوصله‌مند شوند و نهایت صبر و حوصله در مقابل اطفالشون، در مقابل خانواده اینا کار بگیرن. و پیشترم گفتم که نقش رسانه ها در اینجا خیلی بسزاست و شما میتونین که زمینه رو مساعد بسازین برای فامیل ها که چگونه اونها میتونن آگاهی شون، چگونه رفتار بکنن، چگونه اخلاق بکنن در داخل فامیل و چگونه یک جامعه سلیم در آینده، چون اطفال هستن آینده اجتماع هستن. اگر امروز سلیم تربیت شدن، رفتار سالم کردشون شد، ان شاء الله که در آینده ما میتوانیم که یک جامعه خیلی سلیم داشته باشیم. دقیقاً است. یک فامیل که پرخاشگر نیست و یک فامیل که نسبتاً پرخاشگر است، تفاوت بین اطفالشون چقدر است؟ خیلی تفاوت‌های زیاد دارن. از لحاظ جسمی تفاوت دارن، از لحاظ روانی دارن، از لحاظ روابط اجتماعی دارن، از لحاظ از لحاظ اعتماد به نفس دارن. ما فامیل هایی را دیدیم که در داخل فامیل هایی که پرخاشگری نیستن، طفلشون خیلی منظم در لحاظ رشد است. حتی اطفال زمانی که در بطن مادر می باشن، در فامیل هایی که پرخاشگری نیست و در فامیل هایی که پرخاشگر هستن، طفلشون که به دنیا میان. از لحاظ طبی اگر بخوایم صحبت بکنم در این مورد این است که میگه طفل وقتی که در زمان در شکم مادر می باشن، در 2 ماهگی 3 ماهگی هر آن رفتاری که با مادر میشه این طفل درک میکنه و حتی در هنگام ولادت طفل که به دنیا میاد اگر در فامیل پرخاشگر به دنیا آمده باشه که ایره علما به اثبات رسانده، مادر به تکلیف میشه در هنگام تولد طفل، در هنگام زایمان. ولی که در فامیلی که واقعا سلیم هستن، پرخاشگر نیستن، طفل به دنیا میاد، مادر خیلی زایمان و خیلی تولد طفل به آسانی به وجود میاد. و بر علاوه از در داخل فامیل ها اعتماد به نفس فامیل هایی که واقعا پرخاشگر نیستن، اعتماد به نفس اولادشون خیلی بالاست. در اجتماع وقتی که صحبت میکنن، طرز کلامشون وقتی که صحبت میکنن، لکنت در زبانشون، در گپشون نمی باشه، رفتارشون رو ببینی احساس میکنی که یک طفل 10 ساله من حیث یک آدم 40 ساله او رفتار میکنه. ولی که در فامیل های که پرخاشگر هستن متاسفانه که در افغانستان زیاد هستن و ما به چشم خود را میبینم کسی است که از پانتون فارغ شده ولی که در یک فامیل کلان شده، او فامیل پرخاشگر است. او فامیل است که عزت نفس اطفالشان در خردی از بین بردن. متاسفانه که از پانتون فارغ شده ولی که قادر به این است که 2 کلمه گپ در یک مجلسی که 3 نفر نشسته باشن صحبت بکنن. شما زنده باشین جناب استاد عبدالواجب، تشکر از اینکه دعوت ما قبول کردید.